اومدی توی ویدیو جای نفر دیگه حرف زدی ولی لباش معلوم داره یه چیز دیگه رو میگه، اشکال نداره. من اینجا بهت یاد میدم چجوری با سایت سینک این مشکل رو درست بکنی. فقط قبلش از این پایین لایک، سابسکرایب، زنگوله رو فشار بده. با من همراه باشید. اول از همه وارد سایت سینک میشیم. آدرس سایت platform.sync.so که داخل توضیحات ویدیو قرارش دادم. باید داخل سایت ثبت نام بکنیم، یا با حساب گوگل یا با حساب گیتاب، یا میتونیم ایمیلمون رو وارد بکنیم و مراحل ثبت نام عادی رو انجام بدیم. ولی گزینه‌ای که من پیشنهاد میکنم از گوگل استفاده بکنید. فقط کافی داخل جیمیلتون لاگین کرده باشید و این گزینه رو بزنید تا مراحل ثبت نام فقط با چند تا کلیک انجام بشه. من این مراحل رو انجام میدم و وارد سایت میشم. وقتی مراحل لاگین رو انجام میدیم یه چند تا گزینه هست که باید انجامشون بدیم. مراحل رو نکس بزنیم. یه ویدیو آزمایشی خودش اولش درست میکنه، نمیتونیم هم جلوش رو بگیریم و متأسفانه از مقدار رایگان پنلمون استفاده میکنه. من همینطوری فقط نکس رو میزنم، گزینه‌هاشو نمیخواد دستکاری کنم، بازم نکس رو میزنم، یه گزینه رو انتخاب میکنم، مثلا آیرات کدوم میزنم و فرقی نداره الان کدوم گزینه رو میزنیم، مهم نیست. بعدش هم اکسپلور پلیگرام. برای تست یک ویدیو خودش جنریت میکنه که قابلیت سایتش رو نشون بده و یه مقداری از پنلتون استفاده میکنه. کلا محیط کاری سایت همین قسمته. یه گزینه سورس داره، یه گزینه هم جنریت داره که وقتی ویدیومون رو میخوایم بسازیم اول بعد اینجا ویدیومون آپلود کنیم با صدامونو، وقتی بعدش گزینه جنریت رو بزنیم تو این صفحه میادش و ویدیومون که صدا رو با تصویر سینک کرده رو در اختیارمون قرار میده. مثلا واسه تست این ویدیو رو خودش درست کرده، من پلیش میکنم. Hi, thanks for calling Sync support. Unfortunately, Sync currently does not support lip syncing for animals. I hope you are able to think of other creative solutions for your turtle's birthday video. این ویدیویی که دیدید ویدیو ساخته شده با همین سایت بودش. واسه تست این ویدیو رو درست میکنه. تو قسمت سورس ویدیو اصلی رو میبینی. تو این قسمت هم ورژن های مختلف رو میتونید انتخاب بکنید که قدیمی ترینشون ورژن 1.6 تا جدیدترینشون ورژن 1.8. فرقشون چیه؟ فرقشون تو کیفیت ساخت و به قول خودش طبیعی تر بودن کیفیت تصویره، ولی مثلا تو ساختش ممکنه زمان بیشتری رو بگیره تا ویدیو رو آماده بکنه. ولی به نظر من ورژن قدیمیش مخصوصا واسه ویدیوهایی که کیفیتشون یه مقداری پایین تره خیلی خوب جواب میده، نقصش کمتره. حالا واسه تست من آخرین ورژن امتحان میکنم و بریم ویدیو رو آماده بکنیم تا داخل سایت قرارش بدیم. برای شروع باید یک ویدیو اصلی داشته باشیم. نات کوین کی پول میشه؟ هیچ وقت. چرا؟ و فقط صدامونو داشته باشیم. تپ سواب کی پول میشه؟ هیچ وقت. چرا؟ من این صدا رو با هوش مصنوعی درست کردم. برای تغییر صدای خودتون به هر شخصیتی که دوست دارید من یک ویدیو آموزشی درست کردم که داخل کانالم قرار دادم. میتونید این ویدیو رو ببینید تا یاد بگیرید چجوری صدای خودتون رو به هر شخصیتی که دوست دارید تغییر بدید. اگر از صدای خودتون استفاده میکنید نیازی ندارید که این ویدیو رو ببینید، فقط کافیه صدای خودتون رو داخل این سایت آپلود بکنید. حالا وارد برنامه کپکات میشم که تنظیمات سینک کردن صدا با تصویر رو انجام بدم. فایل صدا و ویدیو داخلش قرار میدم، درگش میکنم داخل این قسمت و صدامونم قرار میدم و صدا و تصویر رو شروع میکنم به سینک کردن. نکنید من از این قسمت نمیخوام صدام باشه. دقیقاً از اینجا شروع میشه. صدامو یه مقداری تنظیم میکنم، این قسمت قرارش میدم. تپ کن کی پول میشه؟ هیچ وقت. چرا؟ تو یه مقداری بعد اینجا کات بخوره. شما میتونید با هر برنامه‌ای که راحتی هم این کار رو انجام بدید. فقط میخواد ادیت ویدیو رو انجام بدید، مثل برنامه پریمیر یا حتی کپکات موبایل، فرقی نداره چه برنامه‌ای باشه. حالا من چون این برنامه راحت کار کردم باهاش دارم توضیحات داخل این برنامه میدم. و حتما هم صدای اصلی ویدیو رو قطع بکنید. با زدن روی این گزینه من میوت میکنم صدای اصلی ویدیو رو، فقط صدایی که درست کردم میذارم باشه. تپ سواب کی پول میشه؟ هیچ وقت. چرا؟ خب اکسپورت رو میزنم.
موقع اکسپورت زدن هم حتما توجه کنید گزینه آدیو فعال باشه. حالا یا با هر برنامه‌ای که میگیرید خروجی دارید انجام میدید یا صدا رو جداگونه خروجی بگیرید، یا اگه از کپکات مثلا داری استفاده میکنید یه گزینه داره نوشته آدیو، تیکش هم حتما باید فعال باشه، یک خروجی همزمان با ویدیوتون خروجی صدا هم بگیره و بعدش دوباره اکسپورت رو میزنم. 2 تا فایل به ما تحویل میده، یکی MP3 یکی MP4 که فقط صدا و تصویرمونه. حالا دوباره برمیگردیم داخل سایت سینک و فایل رو داخلش قرار میدیم. تو قسمت سورس نیو رو میزنیم، کلیر رو میزنیم و میگه تو این کادر بالا ویدیومون رو بذاریم، تو این کادر پایین فرمت هایی که ساپورت میکنه آدیومون رو بذاریم. فرمت های ویو و MP3 و باز هم حتی MP4 هم ساپورت میکنه. این از تصویر و یه کلیک میکنم اینجا، اینم از صدا و ورژن هم من روی 1.8 قرارش میدم. بقیه کادر ما کاری نداریم چون خودش اتوماتیک این کار رو انجام میده، نیاز اصلا نیست به این مراحل دست بزنیم، سرعت رو تغییر بدیم یا سورس ویدیو رو تغییر بدیم، کیفیتش رو تغییر بدیم. من دوست دارم همین سایز باشه، پس من دست نمیزنم به این تغییرات، فقط کافی بریم جنریتور بزنیم، کاری به این گزینه‌ها دیگه نداریم. چند دقیقه صبر میکنیم، اول ویدیو رو آپلود میکنه، بعد شروع به ساخت کلیپمون میکنه. خب ویدیو آماده شد، من پلیش میکنم ببینم چی عذاب در اومده. تب سواب کی پول میشه؟ هیچ وقت. چرا؟ من ورژن قدیمی ترش رو بیشتر دوست دارم. حالا من اینو سیو میگیرم، یه ورژن 1.6 هم من تست میزنم. فقط کافیه روی این 3 نقطه بزنید و دانلود رو بزنید. حالا یه تست دیگه من میزنم، ورژن 1.6 انتخاب میکنم. به نظر من همیشه این ورژن قدیمی بهتر جواب داده و ریجنریتو میزنم، هم سریعتر کار انجام میشه، هم ببینیم چی عذاب در میاد. ورژن 1.6 هم آماده شد، پلیش میکنم ببینیم فرقی داره یا نه. تب سواب کی پول میشه؟ هیچ وقت. چرا؟ به نظرم واقعا بهتر عمل میکنه تو ورژن قدیمی تر، یه مقداری گرافیکی تر میکنه کیفیت تصویر رو، ولی اون پرشایی که ایجاد میکنه و نداره دیگه اینجا. چرا؟ اینم من سیو میکنم. خب حالا یکم بریم ادیتش هم انجام بدیم ببینیم چه عذاب در میاد. من از ورژن 1.6 که گرفتم دارم الان استفاده میکنم، اینجا میذارمش، یه مقداری از سینکی درش میارم، تاشو نمیخوام. من از اینجای ویدیو هم نیاز دارم، این قسمت اصلا نیاز ندارم. صدای ویدیو اصلی من باز میکنم و این قسمتی که نمیخوام رو حذف میتونم بکنم. خب میتونیم یا از صدا اصلی استفاده بکنیم یا از صدا ویدیو. من صدا ویدیو رو قطع میکنم، صدا اصلی رو دارم دیگه، کیفیتش هم بهتره. تب سواب کی پول میشه؟ هیچ وقت. چرا؟ حالا تو این ویدیویی که من دارم کپشن هم داره، حالا با ترفندهای من این کپشن هم روش کپشن خودم اضافه کردم، این جمله‌ای که میگم اضافه کردم، اصلا کلا اینا محو شد. تو این بالا هم که میبینید لوگوی سایت هست، میخواید مشخص نشه که از لوگو هم داری استفاده میکنید، یک ذره سایز رو تغییر بدید کلا حذف میشه. زیاد تغییرات آنچنانی داخل تصویر ایجاد نمیکنه چون خیلی لوگو کوچیکه. خب اکسپورت رو میزنیم، نیاز به آدیو ندارم، تیک آدیو رو برمیدارم، کیفیتم میخوام همین باشه، مجدد اکسپورت. و اینم خروجی نهاییم که ادیت روش انجام دادم، کپشنم اضافه کردم. تب سواب و همستر کی پول میشه؟ هیچ وقت. چرا؟ یه خروجی فوق‌العاده‌ای در اختیارم قرار میده که من تونستم با این ویدیو 5 میلیون ویو بگیرم داخل اینستا. حالا قرارم نیست شما بخواید این کار رو انجام بدین، من اینو گفتم که واسه فان درستش کردم. شما میتونید از تولید محتوای خاص خودتون هم از این سایت استفاده بکنید. بریم بحث ایرادات و ضعفایی که این سایت داره. ایرادی که داره جنریت کردن یه مقداری جدیدن زمان بر شده نسبت به قدیمش. من سال پیش که استفاده میکردم از این سایت خیلی سریعتر جنریت ها انجام میداد، مخصوصا با ورژن 1.6 و پنل رایگان ویدیو بیشتر از 1 دقیقه نمیتونید درست بکنید. باید ویدیوتون 1 دقیقه باشه و محدودیتی هم که دارید رو قسمت این لایو یوزیج بزنید و ویو رو انتخاب بکنید. میزان استفاده رو نشون میده. من حالا 4 سری ترای کردم، البته یه سریش خودش همون ویدیو اولی که خودش درست میکنه و هیچ جوری هم نمیتونیم جلوشو بگیریم. بر اساس ورژنی که انتخاب میکنیم و تعداد فریمی که داره یه مبلغی از اون کم میکنه. پنل رایگان $5 شارژ اولیه داره.
و وقتی این $5 تموم شد پنلتون از کار میفته و بعد یه پنل جدید خریداری بکنید. ولی جای این کار میتونید چند تا حساب جیمیل داشته باشید و این پنل که تموم شد یه پنل جدید بسازید و کارتون رو انجام بدید و جدیداً 7 روز بیشتر ویدیوتون رو نگه نمیداره داخل پنل و بعد 7 روز پاک میشه که اونم ما نیازی نداریم دیگه، سیوش میکنیم و دیگه کاری بهش نداریم. اینم از ایرادایی که میتونم فقط از این سایت بگیرم، ولی در کل کاری که با این سایت میتونه انجام بدید فوق العاده با کیفیت در میاد. ممنونم که تا اینجا ویدیومو تماشا کردی. هر سوالی هم که داری مثل همیشه داخل کامنت ها ازم میتونی بپرسی. از این پایینم یادت نره لایک، سابسکرایب، زنگوله رو فشار بدی. مرسی.